سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 24 دکبر. وکیلان مردمی تاجیکستان و سازشنامه‌ها در مورد اجرای برنامه کاسه هزار را تصویب کردند که این برنامه صادرات نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان را در نظر دارد. در جلسه مجلس نمایندگان در روز 24 دکبر 7 سازشنامه حکومت تاجیکستان با 4 مؤسسه بین المللی مالی از جمله بانک اسلامی رشد و بانک سرمایه گذاری اروپا تصویب شد که در اجرای طرح کاسه هزار سهم می‌گیرند. قرض بانک سرمایه گذاری اروپا نیز در دوشنبه به امضا رسید که 79 میلیون دلار ایراد کل تشکیل می‌دهد. اینجوری قرض بانک اسلامی رشد و اندازه 70 میلیون دلار که در شهر لیما به امضا رسانیده شد تشکیل می‌دهد و طرح کاسه هزار کشیدن خط بلندشدت نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان را در نظر دارد و باید این طرح تا سال 2018 تکمیل شود. قرار است از طریق این خط بلندشدت تاجیکستان و قرقیزستان در فصل تابستان به پاکستان نیروی برق اضافی خود را بفروشند. ارزش طرح 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان میگویند فهرست نام‌های ملی را تکمیل کردند و برای تصویب به حکومت فرستادند. عبدالرحیم زلفانیان نماینده کمیته زبان و اصطلاح شناسی روز 24 دکبر به رادیو آزادی گفت فهرست 4000 نام‌های ملی را در بر میگیرد. در صورت رضایت حکومت فهرست مذکور در شعبه‌های ثبت اسناد شهروندی تقسیم می شود و افراد خواهشمند می توانند از فهرست برای فرزند نوزادشان نام انتخاب کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در گذشته از مردم دعوت کرده است به فرزندانشان نام‌های ملی گذارند و از استفاده نام‌های اشیا و ابزار برای بچه‌هایشان پرهیز کنند. همکارم میرزانبی خالقزاد با عبدالرحیم زلفانیان صحبت کرد. گروه کاری کمیته اوید با تهیه فهرست نام‌های ملی علاقه کاری خود را میتوان گفت انجام داده است و نسخه گویم نخستی کتاب مذکور یعنی فهرست نام‌های ملی علاقه به حکومت امروز پیشنهاد میگردد و در این فهرست میتوان گفت که اصلا نام‌های ملی تاجیکی و گونه لاتینی آن نوشته شدند. مثلا ساکنان ازبک زبانی تاجیکستان فرض کنیم صاحب فرزند میشه و میخواد فرزندش نامگذاری کنه و میخواد با نام اصیل ازبکی خودش نامگذاری کنه. وقتی که وی پیشنهاد میکنه به اداره زکس یا که ثبت نام در اون وقت با اون چطور مناسبت کرده میشه؟ باید یادآور شویم که اقلیت‌های ملی تهجایی کشور عزیز ما من بعد با خواهش خود میتوانند همین نام و نسب تاجیکی را و از کتاب فرهنگ نام‌های ملی و فهرست نام‌های ملی آزادانه استفاده برند. این برای آنها یگان مانعی نمی‌آورد. یک جوان 24 ساله تاجیک که از چنگ گروه دولت اسلامی رها شده و به روسیه برگشته است از ترس زندانی شدن نمی‌خواهد به تاجیکستان برگردد. جوان تاجیک به خبرنگار رادیو آزادی در مسکو گفت مقامات تاجیکستان او را به زرخریدی و جلب جوانان به صف گروه‌های تندرو متهم می‌کنند. عبدالسمی را سال 2014 با وعده کاری بهتر در ساختمان از روسیه به ترکیه بردند ولی او بعداً فهمیده است که به دام گروه‌های افراطی افتاده و به سوریه رسیده است. بیشتر از 500 شهروند تاجیکستان طی چند سال اخیر به خصوص از روسیه به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند. و مقامات فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه گفتند با نظرداشت حمله‌های تروریستی در کشورهای دیگر از جمله سقوط یک هواپیمای روسی در مصر تدابیر امنیتی در فرودگاه پایتخت را تقویت بخشیدند. عین زمان آنهایی که برای گسیل مسافر به فرودگاه می‌آیند حق داخل شدن به تالار قبول و گسیل مسافران را ندارند. فقط خود مسافران را بعد نشان دادن بلیط به داخل فرودگاه اجازه می‌دهند.
انتظاری در بیرون از فرودگاه در هوای سرد و بارانی آنهایی را که به پیشواز یا گسیل مسافران می آیند عصبانی کرده است. فرودگاه دوشنبه سالانه به صدها هزار نفر مسافران خدمت می رساند. و گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.